چهره علی پور رو ملاحظه میکنید. امید اول گلزنی پرسپولیس توی یکی دو سال اخیر و از این لحظه بازی شروع میشه. ضربه بلند، علی پور تو بسر میگذاره، منشا فرار کرده، منشا فرصت برای منشا، داشت تک به تک میشد به دروازه‌بان، اما لاکومته از راه رسید توپ رو گرفت. ادمینسون توپشون رو میگیره، حرکت ادمینسون، همچنین ادمینسون چه تکنیکی داره ادمینسون، فرصت برای ادمینسون و واکنش عالیه علیرضا بیرانوند. یه فرصت اینتر بر بازیکن پرسپولیس، توپ رو یاران تیم الدوحیل میگیرند. خیلی بازی پر هیجان و حساس و پر التهاب توی ورزشگاه آزادی. منشا از همونجا و توپ به تیر دروازه میخوره. وای چرا این تو گل نشد. میفرسته به دروازه، محکم، موقعیت و توی دروازه. گل بعدی خوردیم از تیم الدوحیل توی یه رفت و برگشت به طرز عجیب. دروازه پرسپولیس باز شد، سکوت ورزشگاه آزادی رو در بر گرفته. بازی به نظر میرسه نوید معلول بله گل به خودی شد، خورد به احمد نوراللهی و در دروازه قرار گرفت. ارسال بلند به روی دروازه، موقعیت بر بازیکن پرسپولیس، یه ضربه خطرناک در مقابل دروازه، فرصت برای پرسپولیس که با نفرات زیاد داره حمله میکنه. نه خطا نیست، نامتایی توپو بیرون میاره. نامتایی ارسال بلند و بیرانوند واکنششو میده. یه بازیکن پرسپولیس روی زمین افتاده و منشا توپ رو دور میکنه. پاس رو به عقب از راوی اشتباه میکنند. با قدر توپ بدون بازیکن پرسپولیس، بشار و عکس العمل لاکومته. حیف شد این توپ گل نشد، چه فرصتی بود. ارسال بلند به دروازه، فرصت توی دروازه. حسینی حساب کارو 1-1 مساوی میکنه. امید به اردوی پرسپولیس هم ورزشگاه آزادی برمیگرده. چه گل قشنگی زد سید جلال. تصویر حسین بهتر جزئیات کار رو به ما نشون میده. این توپی که رسید به سید جلال خیلی زیبا، پای چپش رو بالا آورد، پشت تو قرار رو بغل پا. این ضربه دقیق رو به توپ میزنه، با اینکه توپ روی پای غیر تخصصیش بود قشنگ زد. به عنوان یه مدافع فوق‌العاده بود ضربهش. عالی شد در منطقه جریمه، زاویه تنگ شده، برمیگردونه توپ رو. حالا فرصت سانت، ارسال برای دروازه، موقعیت و ضربه سری که از بالای دروازه علی پور به بیرون زد. یه سانت بلنده دیگه، فرصت برای منشا و ضربه‌ای که در اختیار دروازه‌بان یعنی لاکومته قرار میگیره. حرکت خوبی از اون جناح داره شکل میگیره برای تیم پرسپولیس. خود نوراللهی، ضربه این بازیکن که در چارچوب نبود. ضربه سر از حسینی. منشا یه فرار عالی میتونه شکل بگیره، اما بازیکن‌های تیم الدوحیل رو توپ اثر گذاشتن. علی پور یه بدن میاد، عالی کار میکنه. علی پور تو کاتبکش بکنه، فرصت برای گل دوم و توی دروازه گل دوم برای پرسپولیس. 2-1 میشه نتیجه. ببین از این زاویه اول ببینیم، اینجوری نابود میکنه مدافع مقابلش رو. مندز رو زمین میندازه، پاس کاتبک به مقابل دروازه و گل به خودی که بازیکن‌های تیم الدوحیل به خودشون میزنن. اینجا تلاش سلطان بریک برای اینکه دروازه باز نشه فایده نداشت و خودش بود که به کنج دروازه خودی کوبید. بلند برای دروازه، ضربه سری که بیرون میره خوشبختانه و تهدیدی متوجه دروازه بیرانوند و پرسپولیس نمیشه. ضربه‌ای که بسام راوی زد، ضد حمله برای پرسپولیس. موقع برای منشا حرکت کرده، منشا میتونه کار تموم کنه. توی دروازه گل سوم برای پرسپولیس. بازگشت رویایی پرسپولیس در ورزشگاه آزادی. جای همه علاقه‌مندان فوتبال اینجا خالیه. این متقبل قطری رو داریم اینجا میبریم. اینجوریه که منشا بازیکن مقابل رو فریب میده. بیرون دروازه‌بان رو ببینید، پلی استیشنی دروازه‌بان رو جا میگذاره، یه مکس میده و به این سادگی و به این زیبایی توپ از خط دروازه عبور میده. استاد بازی ضد حمله گادوین منشا. پرسپولیس 3 الدوحیل 1. دیدن این گل واقعا لذت بخشه. پرسپولیس اوج شور و هیجان رو میاره به ورزشگاه آزادی. این حرکت منشا هست، یه همکاری هم باش میکنه مدیبو که متخصص دفاع کردن هم نیست. جا میمونه با نگاهی ناامید داره صحنه رو میبینه. نگاه ناامیده و 2 تا میشه چون
داکونته هم بهش اضافه میشه و دروازه تیم اندوه که باز میشه. علیپور سمت راست رو انتخاب میکنه. علی شاه میتونه بره کنار زمین و وقت رو تلف بکنه، اما حمله میکنه علی شاه در منطقه جریمه. علی شاه و ضربه این بازیکن که از کنار دروازه بیرون میره.